كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. ابو یوسف میشناسید؟ برادرای احناف. قاضی ابو یوسف میشناسید؟ دو نفرن دیگه، محمد ابن الحسن و ابو یوسف. استادشون هم کیه؟ ابو حنیفه اعظم، امام اعظم رحمت الله علیهم اجمعین. ابو یوسف فقیر بود، خانواده فقیر بود. در کودکی می آمد پیش شیخ ابو حنیفه امام اعظم برای کسب فیض. بعد از مدتی مادرش بهش فشار آورد، گفت یوسف، گفت پسرم دیگه این کلاس نری، ما فقیریم، نانآور نداریم، برو کار بکن، ما نیاز داریم. چند روز کلاس نرفت. شیخ ازش سوال کرد چرا نمیای کلاس؟ گفت که مادرم نمیذاره چون فقیریم. گفته برو کار بکن، روز 1000 تومان بیار. این حدیث فقه و اینا به درد نمیخوره. گفت پسرم این تسبیح رو بگیر، ببر فلانجا قیمت بکن، نفروش. تسبیحش داد، رفت بقالی قیمت کرد، گفتن 1 درهم. رفت سبزی فروشی قیمت کرد، گفت 2 درهم. رفت نمیدونم جای دیگه قیمت کرد، گفت 3 درهم 4 درهم، نفروخت. آمد پیش شیخ، گفت که تسبیح رو آوردی چقدر قیمت کردی؟ گفت تا 4 درهم نفروختم چون تو گفتی نفروش. گفت حالا پسرم این تسبیح رو بگیر، برو بازار طلا، اونجا قیمت بکن، نه پیش بقالی. اولین مغازه طلا فروشی که محک زدن قیمت کردن، گفتن 100 درهم. دومیش 200 درهم تا 300 درهم تا 100 درهم. میخواست بفروشه، شیخ گفته نفروش، بر بگردون. برش گردون. گفت که پسرم چقدر قیمت کردی؟ گفت که جناب شیخ تا 400 درهم. گفت فروختی یا نفروختی؟ گفت تو گفتی نفروش. بعد سوال کرد جناب شیخ هدف تو از این کار چه بود؟ چرا قیمت بکنم نفروشم؟ گفت دیدم که تو نسبت به ارزش علم یا ارزش علم در دل تو کمرنگ شد. مادرت ارزش مال رو در نظر تو جلوه داد، تو هم استعداد خدادادی داشتید، میخواستی این کلاس رو ترک بکنید. فرزندم روز 1000 تومان بگیر خرج خانواده بده، منو ترک نکن. من در تو آینده درخشانی میبینم، امت اسلام به تو افتخار میکنه. آمد. یک روزی رفت ابو یوسف به حمام عمومی استحمام بکنه. بعد از اینکه استحمام کرد، حمامچی گفت که 1 درهم. 1 درهم بده. حمام کردی، استحمام کردی، 1 درهم بده. گفت که شرمنده پول ندارم 1 درهم بدم. اگر یک چیزی غیر از 1 درهم عوضش به تو بدم قبول میکنی؟ من پول ندارم، بهتر با ارزشتر از درهم به تو میدم. گفت چی میدی؟ گفت که یک حدیث یادت میدم. 1 حدیث. گفت برو بابا دنبال کارت. آب مصرف کردی، پول بده. میگه حدیث یادت میدم. حدیث نمیخوام، پول. گفت خواهش میکنم، یک مسئله فقهی یادت میدم، از شیخم یاد گرفتم. گفت مثل که تو چیز حالیت نیست، 1 درهم بده. بالاخره از این طرف این طرف یه چیزی گرو گذاشت و 1 درهم آورد. با افسردگی رفت محضر شیخش. گفت جناب شیخ بزرگوار، چیز با ارزش یاد من دادی نه؟ حدیث و فقه و احکام و. گفت ولی خیلی با ارزشه. گفت رفتم حمام به 1 آفتاب آب نخریدم. جناب شیخ وقت منو ضایع میکنی. رفتم حمام به 1 آفتاب آب نخریدن حدیث تو. گفت پسرم این راه ادامه بده. اگر در این راه قدم بگذارید، یک روزی میرسه که در ظرف و کاسه پیروزه فالوزج بخورید. فالوزج چیزی بوده که ملوک و سرمایه‌دارا میخوردن.
نه این فالوده‌ای که داخل کوچه ها، داخل بستنی فروشی هاست. در ظرف و کاسه فیروزه‌ای، سنگ‌های گران قیمت. بالاخره ابو یوسف آمد و از محضر ابو حنیفه استفاده کرد تا اینکه عالم مطرحی شد و شیخ بزرگوارش به رحمت خدا رفت. از فتواها و مسائل علمی ابو یوسف به گوش خلیفه زمان رسید و وارد قصر شد، قصر هارون الرشید. یک روزی هارون الرشید به زنش زبیده گفت اگر تو امشب در مملکت من باشید به حرف طلاق. مملکت هارون الرشید 1 ماه و 2 ماه نبود با اسب تازی که زبیده طی بکنه، همه توش موندن، ابو یوسف رو طلبیدن. ابو یوسف گفت تنها راهی که برای تو میبینم که در امشب را در خانه خدا مسجد سپری بکنید، چون که مسجد ولایت کسی بر اون نیست، فقط ولایت خداوندیه، کسی نمیتونه ادعای ولایت مسجد بکنه. بالاخره از مشکل نجات پیدا کرد تا اینکه خواستن که ابو یوسف رو اکرام بکنن. ابو یوسف رو طلیبجان به دربار، در دربار دستور دادن یک کاسه فیروزه فالوزش داخلش بکنن و تقدیم بکنن به ابو یوسف. وقتی که فالوزه در کاسه فیروزه کردن، تقدیم کردن برای گرامی داشت ابو یوسف، قبل از اینکه ابو یوسف تناول بکنه گریه کرد. تعجب کردن چرا گریه میکنید؟ گفت صحبت شیخم ابو حنیفه اعظم، امام اعظم یادم آمد که ابو یوسف این راه رها نکن، یک روزی ارزش تو به جایی میرسه که در کاسه و ظرف فیروزه فالوزج بخورید. و امروز اون پیشگویی و اون خبری که شیخم داده میبینم که فالوزج در کاسه فیروزه تقدیم شده. خدا شیخ منو رحمت بکنه. بعد پیشنهاد دادن که تو قاضی القضات بشو، تو حاکم فلان بشو، تو استاندار فلان بشو. گفت من نیازی به مال و ثروت و منال شما ندارم. گفتم که چه نیاز داری؟ گفت خدا به من حدیث و قرآن داده، علم داده که همه نیازهای دنیا و آخرت منو برآورده میکنه و من نیازی به شما ندارم.